جنگل پهناور سرسبز ایران دوست یکدیگر بودند. همه جانداران دنیا. زندگی میکرد گرگ پیری تنها، دور از چشم شیر شمشیر به دست ایران. او که بود فراری از دست شیر، شکارش بود دریدن فرزندان ایران زمین. داشت این گرگ پیر صحرایی دوستان موذی بسیاری، از قبیل شغال، روباه و موش کور صحرایی، که برایشان فرقی نداشت که سلطان چه شیر باشد یا که موش کور صحرایی. لیکن این دوستان موذی گرگ صحرایی توطئه کردند و برانداختند این پادشاهی. زمین و زمان و کهکشان همه در حیرت شدند که چرا جانوران دنیا پذیرایی پادشاهی گرگ شدند. دیگر محل نگذاشتن به سلطان جنگل شیر، به جای آن کرنش و تعظیم میکردند به گرگ پیر. شیر غرش کنان فریاد میزد: درست است که من پیر و فتود شدم، دندانهایم کند و چشمهایم ضعیف شدن. از این پس به عنوان سمبل پادشاهی خواهم کرد. شما بگویید که چه باید باشد و چه خواهم کرد. شما جانوران جنگل هستین حاکمان قدرتمند. افکار جمعی شماست حاکم بر این جنگل. باز میگویم من به عنوان سمبل پادشاهی خواهم کرد. شما بگویید که چه باید باشد و چه خواهم کرد. این جنگل پهناور پارس آریایی هست زیباترین و بزرگترین هدیه اهورایی، که امانتی است نزد ما برای نسل فردایی، که نگیرند و نبرند و ویران نکنند این تازیان بیابانی. لیکن این جانوران موذی گرگ صحرایی دهان گشوده بودند که بدرند جوانان آریایی اهورایی.